سلام دوستان، با یه ویدیو دیگه در خدمتتونیم از کانال تک هات نیوز. توی این ویدیو بریم با هم 4 اختراع جالب نظامی رو ببینیم. شماره 1 MQ-25 استرینگ ری. یه هواپیمای بی سرنشین که ارتش آمریکا ساخت 72 تاش رو به بوئینگ سفارش داد و بابتشون 13 میلیارد دلار پرداخت کرد. این هواپیما کل بدنش مخزن سوخته و برای سوخت رسوندن به جنگنده ها طراحی شده. اینطوری دیگه نیاز نیست جنگنده ها برای سوخت گیری روی زمین بشینن و هزینه پرواز به شدت کاهش پیدا میکنه. حتی به این هواپیما موشک هم میشه متصل کرد تا از خودش در برابر دشمن دفاع کنه. شماره 2 سیگ MCX ورتس، یک سلاح همه کاره که میتونی به 500 مدل مختلف تبدیلش کنی. یعنی چند مدل لوله، خشاب و قنداق داره که میشه با عوض کردن قطعاتش اسلحه های مختلف با قدرت های متفاوت داشته باشی. این اسلحه تو هر موقعیتی کار میکنه. گل‌آلود، یخزده، زیر بارون و حتی اگه داخل ماسه بادی باشه. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک و سابسکرایباتون به ما انرژی بدید. شماره 3 درون گال تاکتیکال. این اسلحه عجیب و غریب شکارچی پهپاده. خیلی جالبه که بدونید این اسلحه اصلا فیزیکی تیری شلیک نمیکنه، بلکه با پخش امواج آنتن پهپاد رو قطع میکنه و خودش کنترل رو به دست میگیره و به راحتی و آرومی فرود میارتش که هیچ آسیبی هم به پهپاد نرسه. این اسلحه ساخت آمریکاست و امواجش تا 2.5 کیلومتر برد داره. شماره 4 کوانتوم استیلث، تلقی که واقعیت رو بهت نشون نمیده. در بعضی حالتها این تلق واقعا جوری کار میکنه که انگار هیچی پشتش نیست. این اختراع هم توسط ارتش آمریکا ساخته شده و فعلا برای فروش در دسترس قرار نگرفته. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی از همراهیتون.